بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امیدوار هستم که همه شما جور و صحتمند باشین. روز گذشته موضوعی رو که سرش بحث کردیم عبارت از انفورمیشن اباوت او آفیس پکیج بودن، درباره آفیس پکیج معلومات حاصل کردیم. انفورمیشن اباوت ورد پروگرام بودن، درباره پروگرام ورد معلومات گرفتیم و همچنین انفورمیشن اباوت ورد انوایرمنت، یک معلومات هم درباره انوایرمنت کامپیوتر خود ما شما، یعنی پروگرام ورد خود پیدا کردیم. و امروز و همچنین درباره شارکت کیز خوانده بودیم که یک چند شارکت کی هایی را بر شما گفته بودم. امروز یک چند شارکت کی دیگر هم اینجا برای شما لیست کردیم که ایره امروز بخیر اگر زندگی بود میخوانیم. اولین شارکت کی ما شما کنترل انتر هست. کنترل انتر یعنی که چه کار میکنه؟ اگر ما بریم یک صفحه نو، یعنی کنترل این یعنی به صفحه نو بریم، در اینجا یک موضوع رو اگر تایپ داشته باشیم، مثلا ما میگم R&D این موضوع، کرسر موضوع ما دنی موقعیت هست. اگر ما بخوایم که از این موقعیت یک صفحه نو داشته باشم، پس چیکار میکنم؟ شما میتونید که کنترل انتر یک صفحه نو، یعنی یک صفحه نو برای ما شما ایجاد کردن، یعنی از اون قسمت تکس ما را قطع کردن و در صفحه دوم انتقال دادن که یک صفحه نو برای ما شما ایجاد کردن که شما میتونید به این طریق از این شارکت استفاده بکنین. و دیگه داریم به نام کنترل این داریم. کنترل این یک صفحه نو یک صفحه جدید میگیریم، مثل که قبلا پیشتر ما کار کردم. این یک صفحه نو ما دانستیم که یک صفحه نو گرفتیم، یک داکومنت نو گرفتیم. پس کنترل انتر یک صفحه جدید میگیره، اما کنترل این کس یک داکومنت جدید ما میتونیم که توسط ازی بگیریم. کنترل دبلیو به معنای کلوز هست. به معنای چی؟ کلوز هست، که بدانیم که این صفحه که ما استفاده میکنیم اگر بگیم کنترل دبلیو ما را از این پروگرام کلوز میکنه، پروگرام شما را کلوز میکنه، بسته میکنه. پس ما نمیخوایم که بسته شویم. Alt E4 این کار را میکنه. اگر شما از Alt پریس میگیرین و E4 پس همین کار را بر ما انجام میده، هم از صفحه ما را خارج میسازه. کنترل E4 این وظیفه را انجام میده، هم ما میتونیم که از این صفحه خود خارج شیم. که این سه شارکت، مثلا کنترل W، Alt E4، کنترل E4 یک شارکت است. این قسمتی پایین دیگه شارکت هایی که ما داریم، یکی کنترل Alt پلاس 1، کنترل آلت پلاس 2، کنترل آلت پلاس 3. میریم به یک صفحه نو، کنترل این صفحه نو گرفتیم. در یک قسمت ما شما شده میکنیم که مساوی رن یک پاراگراف داریم. درست است؟ پاراگراف داریم. در این قسمت پاراگراف کنترل زید میگم، میگم اینجا یک معلومات نشته میکنیم، میگم اینجا یک تاپیک داریم به نام انفورمیشن هست. شما میتونید که این انفورمیشن یعنی که آلت کنترل آلت یک یا آلت کنترل یک این است که به هیدینگ تبدیل میکنه. بتونیم چطور هیدینگ خود معرفی بکنیم که معمولا وقت زمانی که ما در پروگرام ورد کتاب ها رو تایپ میکنیم، پس هر موضوع رو باید مشخص بکنیم، به هیدینگ تبدیل بکنیم. اگر به هیدینگ تبدیل نکنیم، اگر به قسمی که من نوشته کردم اگر من اینجا تایپ میکنم مثلا رن ایکوال، پس این سایز خط داره، این مشخص نمیکنه که خود از این چی است، یک عنوان مشخص است. پس بهتر است که این رو ما به چی تبدیل بکنیم؟ به هیدینگ تبدیل بکنیم. پس شما میتونید که آلت کنترل 1 یعنی به هیدینگ رفتیم، هیدینگ یک است. بعد میتونید که در پایین از این موضوعات خود شما نوشته بکنین به این قسم که ما ترتیب کردم. اگر میریم به موضوع سی، مثلا میگیم که درباره کابل است، درباره کابل یک موضوع نوشته میکنه، پس میگیم که به هیدینگ 2 مرا تبدیل بکن. پس میگیم آلت کنترل 2 یعنی از 2 استفاده میکنیم. یه ذره سایزش چی است؟ خردتر است، یک ذره سایزش کوچکتر است نسبت به اولی. میگیم که در قسمت پایین شما نوشته بکنیم که رن این معلومات هم درباره چی است؟ کابل است. اگر میگیم درباره هرات برای ما یک معلومات نوشته بکن، پس ما میگیم که آلت کنترل 3 یعنی به
هیدینگ 3 یا هیدینگ سیمی ما را تبدیل بکن. پس میگیم که این هم دوباره هیدینگ 3. این 3 موضوع را ما جا نشته کردیم، 3 موضوع را ما جا ترتیب کردیم که هر موضوعی را اگر شما جا مشخص ببینید در قسمت بالا اینه سایزش چند است؟ 20 است. بیم از این طریق مشخص بکنیم. اگر پایین تر بیاین که دوباره معلومات دوباره کابل بودن، این دیگه قسمت کابل بودن، اگر این شما ببینید سایزش چند است؟ 16 هست. یعنی قسمت بالا سایز خط نشان میده، این قسمت سایزش 16 هست که این قسمت پایین هرات است که 14 هست. به این ترتیب سایزهای خط ما تغییر میکنه، شکلش تغییر میکنه. یعنی یک لینک و متن ما شما از طریق هیدینگ میده. اگر بعدا مثلا ما بتونیم رفرنس بسازیم برش، یعنی فهرست را برش بسازیم و ما موضوع کتاب خود یا چیزی که ما اونجا نوشته کردیم، به همین طریق آسان تر میتونیم که به متن خود دسترسی پیدا بکنیم. یا که خواننده یا کسی که بیننده هست هم متوجه میشه که یک عنوان است، عنوان مربوط مثلا هرات است، کابل است، یا که مربوط یک انفورمیشن هست، یک معلومات هست که به این ترتیب ما میتونیم که از هیدینگ ها این شارکش است که تقریبا از 3 هیدینگ ما میتونیم که ترتیب بکنیم. اما هیدینگ های بعدی را در استایل های بعدی ما میتونیم که هیدینگ های زیاد را اینجا ترتیب بکنیم. اینجا هیدینگ مثلا هیدینگ است، هیدینگ 2 هست، هیدینگ 3 هست، میتونیم بعدا هیدینگ 4 از اینجا سیت بکنیم. اما در شارکت میتونیم تا 3 هیدینگ پیش بریم که شما بعدا اگر خواستین که هیدینگ های زیادی داشته باشین، یعنی عنوان های تایتل های زیادی داشته باشین، میتونیم که از طریق استایلز رفته دوجه هیدینگ خود ترتیب بکنیم. یعنی باز دوباره سر موضوع درس ما که دوباره شارکت از ببینیم که دیگه چی هست. این 3 موضوع رو مفاوضیم کنترل آلت 1، کنترل آلت 2 یا کنترل آلت 3 که 3 موضوع در این 3 بخش دوباره هیدینگ بود. میم سر شیفت هوم. شیفت هوم ببینید دوستای عزیز چیکار انجام میده. اگر ما در این موقعیت هستیم از شیفت هوم میگیم. چی میگیم؟ شیفت هوم. این خط مستقیما بر ما شما انتخاب میکنه. چی انتخاب میکنه؟ خط. شیفت هوم مستقیم خط را بر ما شما از اون قسمت انتخاب میکنه. اگر ما میگیم نه دینی موقعیت هستیم ایجا هستیم به این طرف انتخاب بکن شما، پس از شیفت این استفاده میکنه. از شیفت چی؟ این شیفت این یعنی که به سمت از طرف چپ به طرف راست انتخاب میشه. اما از اگر در آخری خط بدیم پس شما میتونید که از شیفت هوم به طرف راست انتخاب بکنید. فعلا کرسر موز ما دینی موقعیت است. ما میگیم که نزدیک طرف بالا انتخاب شد، طرف انفورمیشن باید چیکار بکنید؟ شما میتونید که کنترل شیفت هوم پرس بکنید به طرف بالا. در شما مکمل هر چقدر نوشته هایی دارین، هر چقدر متنی که از طرف بالا انتخاب میشه. اگر نه ما خواستیم که به طرف پایین انتخاب شه، پس شما کنترل شیفت این طرف پایین هر چقدر موضوعی که داریم طرف پایین مکمل موضوعات برای ما انتخاب میشه. که 2 شارکت ما دیگه سرش بس کردیم، 2 شارکت سرش کار کردیم. بیایم که دیگه کدام شارکت ها هست. شیفت هم کار کردیم، شیفت این هم کار کردیم، کنترل شیفت این هم کار کردیم. اگر بیایم باز ببینیم که دیگه چی را نشته کنیم. کنترل شیفت هوم، کنترل F1 ببینیم که کنترل F1 اینجا بر شما عملی بکنم. ببینیم که کنترل F1 اجازه موقع ما اینجا هست. میگیم کنترل F1 اینه. ببینیم دینی قسمت بالا هر چی که بود هایت شد به شکل اتومات. اگه بگیم که نه کنترل F1 دوباره بر ما نمایش بده. نمایش بده مثلا این قسمت ریبون ها هست. این ریبون ها رو ما خوشمان نمیاد که یا یک مثلا صفحه ما رو کوچک کرده بس نمیخوایم از استفاده بکنیم. شما میتونید که از کنترل F1 استفاده بکنید به شکل اتومات هایت میشه. یعنی اگر دوباره میخوایم که شو یعنی نمایش داده شه پس میگیم که کنترل F1. این از این طریق هم میتونید شما کوشش بکنید که شارکت ها رو یاد بگیرید. هر چقدر کمتر شارکت یاد بگیرید به ما اندازه اکسپرت و توانمند باشید. آلت پرس. آلت یعنی که شما میتونید که آلت فشار بگیرید. به این معنی است که آلت پلاس پرس یعنی که آلت شما میتونید که پرس بگیرید. مثلا من میگم که این دینی موقعیت هستم به طرف پایین یک خط را انتخاب بکنم. پس در این قسمت اگر بخوایم نمیشه امکان نداره به ترتیب. پس
اگر بخوایم به شکل انتخاب بکنیم شما آلت پریس بگیرین، بعدا آلت که پریس گرفتین میتونین که یک خط مستقیم انتخاب بکنین. مثلا من این خط انتخاب کردم، پس میتونین از اینجا رنگش هم تغییر بدین. باشه از اینجا دوباره از بین رفت، آلت پریس بعدا این طرف پایین و جمع رنگش انتخاب میکنیم، مثلا سرخ، رنگ بک‌گراندش هم زرد. اینه به این ترتیب که غیر ممکن بود که اگر ما بخوایم که بتونی پس از طریق شارکت شما میتونی کار انجام بدین. شما میتونی که به این ترتیب هم انتخاب بکنید، رنگاش تغییر بدین به خط مستقیم داخل پاراگراف ها در داخل متن، اما در غیر از اون امکان پذیر نیست. دیگه آلت است، آلت پلاس مساوی. دوستای عزیز و نهایت گرامی چی کار انجام میده؟ ما دینی موقع دستیم یک فرمول ریاضیکی کار میه. اگر اینجا ما بخوایم که مستقیم بریم درباره فرمولینگ یا درباره آپشن فرمول که بخوایم را بالایش تطبیق کنیم، چرا شارکت کار نکنیم؟ شارکت شما میتونید آلت پس مساوی، این مستقیم ما را میبره به کجا؟ به فرمولای ریاضیکی که شما میتونید که از فرمولای ریاضیکی استفاده بکنید. هر جوری که ضرورت دارین از فرمولای ریاضیکی به شکل آلت مساوی شما را میتونه که به فرمولای ریاضیکی انتقال بده که بسیار سرعت کار ما شما را نشان میده. میتونیم به شکل بسیار سریع با ما دسترسی بدیم. کنترل پلاس اینی قوس و اینی قوس. کسایی که نمیفهمه باش که از اینجا ما از کیبورد به شما نشان بدیم او اسکا کنترل اینجا میگه دوستای عزیز، اینی کنترل امرای اینی قوسکا پرس میگیریم. از کام قوسکا اینی قوسکا پرس میگیریم. وقت زمان پرس میگیریم یعنی که سایز خط ما شما را تغییر میده. ما بریم به یک صفحه این نه میگیم کنترل این دیجا. اگر یک موضوع رو نشته میکنیم میگیم که رن این موضوع هست، این انتخاب میکنیم. اگر انتخاب کردیم سایز زمیر یک ذره تغییرات سرش میاریم. پس اگر بخوایم که از دیجا بالا بریم هم میتونیم امکان پذیر است سایز خط تغییر میکنه، اما بهتر است که چرا شارکت استفاده نکنیم. پس میگیریم اینجا پریز بگیریم سایزش خرد میشه و ایرا پریز بگیریم سایزش کلان میشه. این قوس ها را بشار به هر اندازه که بخوایم. این قوس پریز خرد و بزرگ سایز اصلی است 12 هست که شما میتونید به این طریق هم از چه استفاده بکنین؟ از کنترل پلاس قوس هوم. میبینیم که هوم چیکار میکنه. کارکرد هوم هم خیلی زیاد است، یک ذره سایز خط خود هم زیادتر میگیریم. اگر از کیبورد استفاده کنیم که بهتر است. اینجا نشته میکنیم که معلومات میگیم که انگلیسی هم قسمت ترای بکنیم، میگیم که انفورمیشن. ببینیم اتومات انتقال کرد به این طرف، اما من میگم نه به این طرف نباید انتقال بکنه. در جای که از اونجا ادامه پیدا بکنه. دو تا هوم دبل پریس بکنیم بعد نشته بکنیم که انفورمیشن. دیدیم که به شکلی آسان و راحت دانستیم که انفورمیشن به این طریق که یعنی که موقعیتش تغییر نکنه، مثل بیشتر تغییر کردن. از هوم به شکلی، از شارکت هوم به شکلی استفاده ما کرده میتونیم. و آخرین شارکت ما در یک قسمت به نام چی است؟ کنترل شیفت جی. دینی موقعیت میم اینجا میگیم کنترل شیفت جی، یعنی که معلومات میده درباره صفحه ما. میگه دو صفحه داریم، ورد 482 ورد یا لغت اینجا استفاده شده. کرکترز چقدر استفاده شده؟ مثلا 2154 نو اسپیس کلام فاصله نداره. کرکتر ویت اسپیس 2622 این قدر استفاده شده. پاراگراف 14 پاراگراف است. لاین 38 لاین است. مکمل معلومات را برای ما شما اینی شارکت ها از کنترل شیفت جی اگر شما استفاده بکنید این معلومات برای ما یعنی معلومات برای ما درباره چی. یک چند شارکت های دیگه هم مانده که هم برای شما من میگم که این شارکت ها اگر شما یک موضوع را کار کردین، یک موضوع را کتاب ترتیب کردین، میگیم که کپی رایت نباید باشه، یعنی کپی رایت نیست و شما علامه کپی رایتش میتونید که اینی قوس شروع در داخل از سی قوس بسته اتومات به علامه کپی رایت تبدیل میشه.
اگر بگیم که نه به شکل علامه رجیستری رو بر ما نشان بده، شما میتونید که از اینجا قوس شروع آر قوس بسته اتومات به علامه رجیستری تبدیل میشه. اگر بگیم قوس شروع تی ام قوس بسته اتومات به تریت مارک، یعنی که به علامه تریت مارک بر ما تبدیل میشه که این علامه ها رو هم شما میتونید که ازش استفاده بکنین. ازش میایم در این قسمت یک فرمول دیگر یا یک شارکت دیگر هم برای شما شیر می‌کنم. کنترل شیفت ای هم استفاده بکنین که یعنی سایز خط ما شما را اگر ما مثلا در این قسمت است میخوایم که این مکمل سایز از چی باشه، یعنی که حروف ها به شکل بزرگ باشه، شما میتونید که از کنترل شیفت ای استفاده بکنید. دیدین بسیار به شکل آسان، بسیار به شکل راحت کنترل شیفت ای که میتونه که ما شما را به یعنی که خطای ما را به چی تبدیل میکنه؟ به خرد و بزرگ. این بود دوستای عزیز و نهایت گرامی درس امروزی ما و شما که امیدوار هستم که جلب توجه شما قرار گرفته باشه، یعنی یک معلومات را درباره پروگرام ورد کسب کرده باشین. شارکت هایی که برای شما امروز کار کردم ایرا یاد بگیرین. امیدوارم مفید بوده باشه. اگر واقعا درس ما مفید است میتونید که صفحه ما را فالو و زنگوله را فراموشتان نشوه و من الله توفیق.